Hello friend, how are you? سلام دوستان، حالتون چطوره؟ خوش اومدیم به کانال من. امروز قراره که با یه مصاحبه جالب راجع به ونیز زیبا انگلیسیمو تقویت کنیم. بریم که شروع کنیم. I'll always remember the first time I went to Venice. I will always remember the first time I went to Venice. اولین باری که به ونیز رفتم رو همیشه به یاد دارم. Always، همیشه. Remember به معنی به یاد داشتن. First، اولین. Went شکل گذشته فعل go هستش به معنای رفتن. داره راجع به گذشته حرف میزنه که اون اتفاق افتاده. میگه که اولین باری که رفتم به ونیز رو همیشه یادم میمونه. It was my first trip to Italy. It was my first trip to Italy. این اولین سفر من به ایتالیا بود. Trip به معنای سفر. My first trip یعنی اولین سفر من. First یعنی اولین. Trip به معنای سفر. My صفت ملکی هستش به معنای مال من. For example, my shoes. کفش من. My house. خانه من. My first trip. اولین سفر من. To به معنای به کجا؟ به ایتالیا. was گذشته استمراری هستش که برای مفرد و سوم شخص ها میاد. was و were گذشته استمراری رو تشکیل میدن که were برای جمع ها میاد به معنای بود و بودند. And I'd already been to Rome and Florence. I already been to Rome and Florence. من قبلا به روم و فلورانس رفته بودم که فلورانس یه شهر در ایتالیا هستش. I thought that Rome was really impressive. I think the Rome was really impressive. فکر میکردم روم واقعا چشمگیر بود. Impressive چشمگیر، فوق‌العاده. Think شکل گذشته فعل think هستش به معنای فکر کردن. Really یعنی واقعا. All the ancient buildings. And all the ancient buildings. Building به معنای ساختمان، بنا. Ancient به معنای باستانی. میگه که تمام بناهای باستانیشون هم زیبا و چشمگیر بود. خیره کننده بود. And I loved Florence too. I'd seen some fantastic art there in the Uffizi Gallery. I loved Florence too. I seen some fantastic art there in the Uffizi Gallery. گالری به معنای گالری. گالری یوزیفی. من فلورانس هم دوست داشتم. چند تا هنر خارق‌العاده در گالری اوفیزی دیدم. فانتاستیک به معنای خارق‌العاده. آرت به معنای هنر. زر به معنای اونجایی که رفته. یوزیفی گالری میگه اونجایی که رفتم پر از هنرهای خارق‌العاده بود. But I was completely amazed by Venice. ولی من کاملا از ونیز شگفت زده شدم. amazed به معنای شگفت زده. amazed که گذشتش توی جمله اومده. completely به معنای کاملا. Because I hadn't known what to expect. Because I hadn't known what to expect. expect یعنی انتظار داشتن. know دانستن که گذشتش known توی جمله اومده و کیش خونده نمیشه. Because یعنی زیرا. چون نمیدونستم چه انتظاری داشته باشم. I hadn't. had گذشته have هستش به معنای داشتن. I'd arrived there by train very early in the morning. I arrived there by train very early in the morning. Morning یعنی صبح. Early یعنی اوایل صبح. Train قطار. Arrive یعنی رسیدن که گذشتش توی جمله اومده arrived. داره راجع به اتفاقی که افتاده صحبت میکنه. صبح خیلی زود با قطار به اونجا رسیدم. یعنی به ونیز. And when I came out of the railway station, و وقتی از ایستگاه راه آهن بیرون اومدم. Station به معنای ایستگاه. Came out بیرون آمدن. I saw canals instead of streets. I saw canals instead of streets. Street به معنای خیابان.
canal به معنای کلا منظورش جریان آب و رودخانه است. میگه من به جای خیابون وقتی رسیدم ونیز رودخانه دیدم، مردم با قایق این ور اون ور میرفتن. instead یعنی به جای، see به معنای دیدن و گذشتهش توی جمله اومده saw. But photos can't really show what the light in Venice is like. But photos can't really show what the light in the Venice is like. میگه اما عکس‌ها واقعا نمیتونن نشون بدن که چقدر ونیز قشنگ و خیره کننده بود. منظورش اینه در واقع. show به معنای نشان دادن، light روشنایی، photo به معنای عکس. really یعنی واقعا. After I went to Venice, I decided that I wanted to learn to paint. After I went to Venice, I decided that I wanted to learn to paint. بعد از اینکه به ونیز رفتم تصمیم گرفتم که نقاشی کردن رو یاد بگیرم. After یعنی بعد از. Want یعنی خواستن. Wanted گذشته want. Decide به معنای تصمیم گرفتن. Decided گذشته decide. Learn به معنای یاد گرفتن و paint به معنای نقاشی کردن. If I hadn't gone there, I wouldn't have become an artist. If I hadn't gone there, I wouldn't have become an artist. اگر اونجا نرفته بودم الان یه هنرمند نمی شدم. There به معنای آنجا. Become یعنی تبدیل شدن. Artist هنرمند.